یه وقتی تنهایی یه فیلم خوب رو دیدیم، وقتی با دوستان داریم دوباره میبینیمش مدام داریم جلز ولز میکنیم اونجا رو دیدی، این صحنه رو دیدی. انگار یه جوری میخوایم بهشون بفهمونیم که منم توی تولید این فیلم یه سهمی داشتم، این فیلم رو من دارم بهتون میگم. رایوال برای من از اون دست فیلماست، فیلمایی که میخوام بهت بگم من بهت معرفیش کردم، خصوصا که تو دسته قدر نادیده ها قرار میگیره، مورد کم لطفی واقع شده. اگه زیاد توضیح بدم داستان لو میره. دو خطیش میشه که امی آدامز در نقش دکتر بینگز یه زبانشناس بسیار کار کشته فرا خونده میشه تا بره دم یه سفینه‌ای و براشون کار ترجمه رو انجام بده. ولی این اصلا اصل داستان نیست به نظر من، این یه خراش فقط به سطح داستان. یکی از دلایلی که این فیلم به نظرم خیلی خوب در اومده کارگردانشه، دنیس ویلنوو، کسی که سیکاریو و پریزونرز رو توی کارنامه‌اش داره. چرا دارم این فیلمو بهت پیشنهاد میکنم؟ این یه بار رو از من نپرس، چرا، به من اعتماد کن، بشین ببینش. هفته بعد تحلیل واکاوی و کدگشایی فیلمو برات میذارم تا قشنگ متوجه شی چه اتفاقی توی فیلم افتاد. قبل از اینکه چراغا رو خاموش کنی ذهنتو خالی کن، خالی، هیچ صحنه و جزئیاتی رو نباید از دست بدی.